به جای مخ چه چیزی در سرت داری؟ تو از لطف همین مردم که گفتی منزلت داری وگرنه قبل این یک نان جو قوت شبت بوده. تو را بی مصرف و بی فایده نام و لقب بوده. خدا را شکر غرق نعمتی هم قند و هم چایی. خدا را شکر کن این بره از تاریخ اینجایی که افشاریه حاکم بود امروزی بر این میهن. تو را بی‌برد نادرشاه با آهن به گاواهن. چنین روزگاران کجا دیده ای؟ مگر تازیان را تو زاییده ای که در دامن میهن آریا خوری نان و آب نیاکان ما، سپس گریه‌زاری کنی روز و شب، کنی پاره خود را برای عرب. چنین ناسپاسی به ایرانمان سگی را ندیدم کند این چنان. اگر از تو روزی سگی نان خورد تو را تا دم مرگ یاد آورد. نیاکان برای تو جان باختند، گلستان ز ایران ما ساختند. بسی خون آنان در این خانه ریخت که دشمن سرانجام از ما گریخت. همینها که تو میپرستی کنون کشیدند اجداد ما را به خون. اسارت گرفتند از مردمان بسی سر بریدند در آن زمان. برو پرسجو کن ندانی اگر که در ننگ و پستی نمانی دگر. تو بر خویش و بر ما ستم کرده ای که میهن فدای شکم کرده ای. گمان دارمت مغز خر خورده ای که اجداد از یاد خود برده ای. از این پس بیا ناسپاسی مکن، به میهن نمک ناشناسی مکن. امسال خیلی افتخارآمیز بود برای من که برای چندمین بار به کنگره دعوت شدیم برای تزیین سفره نوروز، ولی یک تفاوت عمده داشت. از دفتر کار خانم یاسمین انصاری که اولین زن ایرانی آمریکایی حزب دموکرات در کنگره هستن دعوت شدیم که سفره نوروز رو در کنار محل کارشون و در قلب کنگره آمریکا بندازیم. همون موقع من احساس کردم که این یک لحظه تاریخی هست و پیام بسیار قوی داره و مطمئنم که خانم انصاری میخواستن این میراث فرهنگی چند هزار ساله ما رو به نمایش بذارن در یکی از مهمترین نهادهای آمریکایی که کنگره آمریکا هست و پیام نوروز رو به همه برسونن که پیام نوروز شادی، صلح، آرامش هست، چیزی که در جهان امروز همه ما بهش احتیاج داریم. کوروش در رگ‌هایم خون خواهان شاه، خون کوروش شاه شاهان، شاهنشاه خاوران. خون کوروش در رگ‌هایم خون خواهان شاه، خون کوروش شاه شاهان، شاهنشاه خاوران.